وصیت چهارم نیز در فضیلت علم. از صفوان پسر اصال رضی الله تعالی عنه روایت است که نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمدم و او در مسجد بر چادری سرخ تکیه کرده بود. پس گفتم ای پیغمبر خدا، من برای طلب علم آمده ام. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت مرحبا به طالب علم، به درستی که فرشته ها با بالهایشان طالب علم را می پوشانند و سایه می افکنند. سپس فرشته ها بالای هم اطراف او را بگیرند به خاطر علم آموزیش از محبت تا آسمان برسند. روایت احمد و طبرانی.